به به به. این چه تیپیه جناب خان؟ محسن جان، جانم. عجب شب عجیبی شد. دیدی سرنوشت 2 شیمیدان برجسته گذاشتی جلو هم تو برنامه واقعا. یه دست برای شیمی. جناب خان، جان آزمایش شیمی چیزی انجام دادی؟ یه ذره صدات گرفته. محسن تو آزمایشگاه بودم، این بخارات اسید سولفوریک رفته تو گلوم، یه کم گرفته متاسفانه. بله. ای وای. محسن حالا دکتر پرویز بیشتر میفهمه، حالا توضیحش یه خورده برای شما سخته. دکتر پرویز خیلی خوش آمدید، قربان قدم چشم ما گذاشتید. از همکاران علمی ما هستید، خوشحالو میبینمتون. میشه یکی از کار بفرمایید شما؟ نه خواهش میکنم. یکی از کارهای علمی که کردی رو به اون بگی. بله. بفرمایید. ما الان مشغول درست کردن محلول عشق محسن. چی؟ محلول عشق. محلول عشق؟ بله، محلول عشق درست میکنیم تا 3 وعده شما میریزی تو غذای اونی که میخوای عاشقت بشه. اینو باید بریزی. خب بخوره. قول میدم بعد از 3 وعده دیگه در دام عشق شما گرفتار میشه. هر کی اومده راضی بوده. شما اگه بیل زنی، خب باغچه خودتو چرا بیل نمیزنی؟ نمیدونم چرا بیلم تو باغچه خودم کار نمیکنه محسن، متاسفانه. خب یه ذره از همونه بریز تو غذا، یه ذره از همونه بریز تو غذای احلام، تموم شد دیگه بعد 3 جلسه. ریختم کار نمیکنه متاسفانه. آها برای خودت کار نمیکنه؟ نه دستم برای خودم نمک نداره. سلامت باش. محسن دوستم دیدی آقا غلامرضا؟ بله. آقا غلامرضا رو دیدی دوستم چه خوشتیپه؟ اسمشون آقا غلامرضا؟ بله آقا غلامرضا. محسن این آقا اسمش آقا غلامرضاست. این حاج آقا که این پشت آقای حامی غلامرضا تهرانیه، یعنی ای حامی ایه. یعنی توی بازی پیچیده ما اینجا گرفتار شدیم. واقعا فامیلیش غلامرضا، حامی غلامرضا تهرانی. بله. غلامرضا تهرانی؟ خب هم غلامرضا تهرانی میذاشتن، چه حامی چی بود؟ نه حامی اسمشه صورت. میدونم اسمشه. آخه فامیلیشون هم اسمه. فامیلیش غلام. حالا تو چرا به اسم فامیل مردم گیر میدی؟ میام صورت میبافم. بابا به من چه؟ من سوال برام پیش گفتم عجیبه، به من چه ربطی؟ اصلا من کاری ندارم. بذار من دکتر یه سوال بپرسم. آقای دکتر این سالهای اخیر شیمی کشفی انجام داده که همه رو متعجب بکنه و همه